وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ردبندی و ارزیابی‌های سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی را که اقتصاد کشور را از پهلوهای گوناگون بهاگذاری می‌کنند منصفانه نمی‌داند. از این رو وزارت نکته جایگاه تاجیکستان در ردبندی‌های بین‌المللی را از طرح استراتژی رشد کشور حذف کرده است. با تاکید مسئولان مقصد وزارت نه در مقام اول این ردبندی‌ها قرار دادن کشور بلکه بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم است. مسئله ردبندی این پژوهش‌هایی که از جانب بعضی از اکسپرت‌ها یا کارشناسان صورت می‌گیرد این پیش از همه ارتباط دارد پایه دارد بر سوبیکتیویسم، یعنی از مناسبتی که شخص در دایره جهانبینی خودش نسبت این یا آن مملکت تاریخ این مملکت علاقه تشکل یافته است. یک مثال آوردن که در جمهوری قرقیزستان تا زمانی که سه کارشناسی که مسئله شاخص ترانسپرنسی اینترنشنال یعنی شاخص کروپسیا رو بررسی میکرد، چون مناسبت خوب داشت، همسرش از همین کشور بود، همه وقت قرقیزستان بالاتر از دیگر کشورهای چی قرار داشت؟ کشورهای آسیای مرکزی. با رفتن گوییم که عوض کردن این کارشناس مقام مملکت در این ردبندی تغییر کرد. یعنی مناسبت ارتباط دارد با اون که ردبندی از جانب کی صورت میگیرد، بر پایه کدام محک‌ها و نشاندهنده‌ها صورت میگیرد و چیزی دیگر که مقصد ما چی است در اون ردبندی گوییم که چمپیون شدن یا که سطح و صفت زندگی مردم خود را خوب کردن. این علاقه پاسخ است به سوال شما. یعنی برای ما ردبندی مهم نیست که ما در کدام جا قرار داریم، برای ما مهم است که سطح و صفت زندگی مردم خود را در اساس دستور هدایت‌هایی که علاقه سرور کشور مشخص کردن و اون هدف‌های استراتژیکی که در حجت‌های استراتژیکی مقرر شده است، ما اون هدف‌ها را باید جایگیر کنیم، نوابسته از آن که در این مورد ما در کجا قرار می‌گیریم. تاجیکستان وقتهای اخیر در ردبندی‌های بین‌المللی مقام خوبی ندارد و در اکثر شاخص‌ها در میان کشورهای آسیای میانه موقع آخرین را اشغال می‌کند. ظاهراً محض در جایهای آخرین قرار گرفتن تاجیکستان مقامات کشور را نگران کرده است که همکنون وزارت رشد اقتصاد و سودا این گونه ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی را در نسبت تاجیکستان غرضناک خوانده تاکید می‌کنند که من بعد به این گونه ردبندی‌ها اعتنا نخواهند کرد. اما کارشناسان بهاگذاری و ردبندی‌های گوناگون را برای جلب سرمایه مهم می‌دانند. با تاکید ایشان تا موقع تاجیکستان در این گونه ردبندی‌ها بالا نرود، جلب سرمایه‌های قابل ملاحظه به کشور غیر امکان خواهد بود. اهمیت این ردبندی‌ها را چند سال پیش خود رئیس جمهور ممالی رحمان هم تاکید کرده بود و دستور داد که برای پیشبرد، برای بالا کردن موقع تاجیکستان در این ردبندی‌ها چاره‌اندیشی‌ها صورت بگیرند. این که مثلا امروز تاجیکستان در مقام آخر قرار گرفت و نایب وزیر رشد اقتصاد اظهار داشت که برای این ما مهم نیست، این بحث برانگیز است، چون سالهای قبلی مسئولین بلاک اقتصادی حکومت تاجیکستان وقتی تاجیکستان به دهگانه کشورهای اصلاحات خواه وارد شد، اون را از منبرهای بلند اعلان میکردند و آن را همچون دستاورد پیشنهاد مردم میکردند. اما امروز که تاجیکستان مقام‌های آخر را گرفته است، اینها میگویند که این باگذاری منصفانه نیست و برای ما اهمیت ندارد. تاجیکستان هر سال زیر ذره‌بینی تحلیلگران ده‌ها سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد که وضع اقتصاد و اجتماعی کشور را از روی شاخص‌های مختلف ارزیابی می‌کنند. ردبندی دوینگ بیزنس و پیشبرد تجارت و شاخص پذیرش رشوت که اولی از سوی بانک جهانی و دومی از سوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین‌المللی تهیه می‌شود از معروف‌ترین هاست. بنابر ارزیابی آخرین این دو سازمان، تاجیکستان در ردبندی اولی میان 189 کشور مقام 166 و از روی شاخص پذیرش رشوت موقع 136 را اشغال کرده است. اخیراً The Heritage Foundation و یا بنیاد میراث قرارگاهش در امریکا گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2016 را نشر کرد. مؤلفان این گزارش که 178 کشور را در بر میگیرد، تاجیکستان را در قطار کشورهای اقتصادشان اساساً غیر آزاد قرار داده در مقام 149 جای دادند.